رابطه عاشقانه بشیر وفا با دلانگیز هنرمند افغان در ترکیه. دلانگیز کی است و چطور به هنر موسیقی روی آورد؟ دلانگیز چی رابطه با بشیر وفا داشته است و نشر تازه ترین آهنگ های عاشقانه بشیر وفا با دلانگیز. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. دلانگیز هنرمند خوش صدای افغان که تازه در هنر موسیقی افغانستان شهرت و محبوبیت پیدا کرده است. دلانگیز با شوهر اولش بصیر تنها به کارهای هنر آوازخوانیش آغاز کرد، اما بعد از آن که به اوج شهرت هنری رسید از همسر اولش بصیر تنها جدا شد و با دو دخترش روانه کشور ازبکستان شد. دلانگیز در ازبکستان از طرف افغانها مورد حمایت گسترده قرار گرفت، اما سرانجام به ترکیه سفر کرد. جدیداً آهنگ‌های دلانگیز در صفحات مجازی بازدید میلیونی را از آن خود کرده است که دلانگیز را به اوج شهرت هنری رسانده است. تازه دلانگیز پیشنهاد اجرای آهنگ دوگانه برای بشیر وفا، یکی از هنرمندان خوب محلی کشور داده است، ولی بشیر وفا نخواسته با این بانوی هنرمند آهنگ دوگانه اجرا کند. دلانگیز در ترکیه در محافل خوشی هموطنان افغانش اشتراک می کند و کنسرت های برای دوستداران و طرفدارانش همه ساله برگزار می کند. اما تاکنون دلانگیز به بار دیگر ازدواج نکرده است. ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ های دلانگیز و بشیر وفا خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان این دو هنرمند به اشتراک بگذارید تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.